داغچه سب استیشن پارسال انجام دادن خاطر توضیحات برق. روشنی به منزله علم است. به واسطه علم حلال حرام امتیاز داده میتانی. به واسطه علم چیزی که به آخرت منفعت میرسانه، چیزی که ضرر میرسانه، آخرت تا برباد میکنه امتیاز داده میتانی. اینم قسم روشنی نباشه داخل سالن برق روشنی داده رب روشن است. ما مردم رای گذر خدا میپامیم، جای نشست خدا میپامیم. حاجت هدایت نیست اینجا بیا یا اونجا بشی. در روشنی نباشه ما مردم از چیزهای مؤذی خدا حفاظت کرده نمیتانیم. روشنی نباشه ما مردم جای نشست خدا چطور پیدا کنیم؟ تب تاریک باشه. برادران محترم، با واسطه روشنی ما مردم کار خدا، مقصود خدا انجام داده میتانیم. خب برشنا خدمت روشنی برای ملت کلان خدمت است. ما مردم قدردانیش بفهمیم. ما مردم از این خادمین وطن، از این برادران مجاهد خود اظهار تشکری بکنیم، اظهار سپاس بکنیم. اولا از امیرالمؤمنین صاحب و ثانیا از برادران مجاهدین که خدمت به وطن میکنند، زحمت به وطن میکنند، وطن آباد میسازند، از اینا اظهار سپاس و تشکری میکنیم. الله تعالی سعادت دارین نصیبشان بکنه، خدمتایشان در درگاه خود قبول بگردانه.